اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر اسفره ولایت سوخت از دهات واروخ دیدن نمودند. سلام ای پیشوا مردی خداداد، زی اجازی شما شد کشور آباد، که تا باشد وطن کاشانه عشق، نمودت شاهراهی بخت بنیاد. از این بختی نکو مینت پذیریم، چون اصلی خرمی این ملک آزاد. واروخی ما از قدمهای شما گل میکند، دامنی سبزی بهارش صوتی بلبل میکند. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، مرحبا به اسفره باستان، نوروزتان مبارک. هدف از تشریف سرور دولت به این دهات دوردست مملکت شناسایی با شرایط و وضع زندگی ساکنان، اینچنین افتتاح یکچند بنا و انشاءات مهم باشد. ابر مردی فتح‌آوری ما سلام، تمنای و تاج سری ما سلام. چون اصلی سالمی دوران وحدت، کشایم رهز میدان تا به کیهان. از این اعجازتان در ده واروخ، شود تولید صدها مردی میدان. زیهی ای صدری سر تا پا جسارت، زیهی ای مردی سر تا پا مهارت. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات واروخ شهر اسفره نخست مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات با جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف صاحبکار وطنی سوربان سوریدینوف مطابق به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین در 2 گکتار زمین بنیاد یافته، دارای میدانچه‌های ورزشی زمانوی کشاده و بالا پوشیده و 2 حوض شناوری برای کودکان و کلانسالان میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در مرکز خدمترسانی به صاحبکار وطنی برای با حس بلند وطن دوستی و سهم گذاشتن در تطبیق هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و مینه‌داری نمودند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، ما صاحبکاران جماعت دهات واروخ یک مرکز فرهنگی فراغتی ورزشی را ساخته سپاریم. ما صاحبکاران جمهوری تاجیکستان سهم خود را در آینده به انکشاف و گلگونشکوفی تاجیکستان عزیزمان میگذاریم. میدانچه‌های ورزشی کشاده و بالا پوشیده مرکز خدمترسانی برای بازی فوتبال خرد، والیبال، بسکتبال و دیگر نمودهای ورزش پیش بینی شده، برای ورزشکاران جایهای لباس عوض‌کنی و دیگر شرایط ضروری مهیا کرده شده. از 3 صحبت کرده و باغ استراحتی با اتراکسیون ها بنیاد کرده شده است که به مکان اساسی استراحت و فراغت ساکنان دهات واروخ تبدیل یافته است. در برابر انشاءات ورزشی همزمان در حدود مرکز فرهنگی فراغتی مهمانخانه برای قبول 15 نفر در یک وقت، نقطه خوراک عمومی و شستشوی واسطه‌های نقلیات ساخته شده است. مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین با خرج بیش از 2 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. در دایره تدبیر اندیشی‌های حکومت مملکت جهت به شغل دائمی فرا گرفتن اهالی در انشاءات نوبنیاد بیش از 30 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند.
ساختمانی در انشاءات مذکور ماه مارس سال 2020 آغاز گردیده با جلب بیش از 40 نفر متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود بیناکار با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان به انجام رسانیده شده است. با مقصد تامین مرکز با آب از مسافه قریب 2 کیلومتر توسط قبر آب آورده شده با استفاده از تجهیزات معاصر آب حوض‌های شناوری تازه کرده می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول استقلال دولتی در دایره تطبیق برنامه‌های گوناگون با مقصد عمومی‌گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در همه شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد و مورد استفاده قرار دادن چنین انشاءات زمانوی برای نسل جوان و آینده‌دار ملت شرایط مساعد فراهم آورده است. مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین در زمین بیکار خوابیده بنیاد کرده شده است. برای دولت محترم امام علی رحمان بنیاد چنین انشاءات فرهنگی فراغتی را در دایره اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای ساکنان دهات واروخ شهر اسفره تحفه ارزنده عنوان کردند. صاحبکاران دهات واروخ با جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی کشور جهت در سطح بلند سازندگی استقبال گرفتن جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم خویش را در آبادی دیار می‌گذارند. از جانب صاحبکار ساربان سوریدینوف در برابر بنیاد مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی قریب 1 کیلومتر راه محله سنگفرش کرده شده، یک پل ماشینگذار با درازی 6 و پهنایی 5 متر ساخته به استفاده داده شده است. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در حدود مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین بیش از 400 بیخ نهال درختان آرایشی و میوه دهنده از جمله سیب، ناک، گیلاس و زیاده از 30,000 بیخ گل‌های رنگارنگ شنانیده شده است که به آبادی این گوشه وطن زیبایی خاصه ضم نموده است. میدانچه‌های ورزشی و حدود مرکز فرهنگی فراغتی پر از چراغان کرده شده، شبانگاه برای مشغول شدن به ورزش، استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان موافق می باشد. سلام ای پیشوا از کساری واروخم با دانیساری پیشوا عطری بهاری واروخم صد باغ می سبزد کنون اندر کناری واروخم از باغ می آید برون صفی هزاری واروخم شکری وطن ما با وطن یک جان و تن امروز 100 سالی دیگر باشد شعاری واروخم خوش آمدید پیشوای معظم ملت نوروزتان مبارک. 9 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه بازدید کاری از شهر اسفره در اساتید خواجگی‌های دهقانی دهات واروخ با بنیاد باغ اینتنسیوی با شنانیدن نهال‌های سیب آغاز بخشیدند. در باغ مذکور در 1 هکتار 1250 بیخ نهال در اساس توصیه متخصصان شنانیده شده است. در مجموع نهال‌های باغ نوبنیاد 3900 بیخ را تشکیل می‌دهد. مساحت باغ مذکور 12.4 هکتار را در بر گرفته تشکیل آن در جای باغ کهنه با استفاده از نهال‌های سرحاصل سیب‌های نو گله و استرکریمسون روی دست گرفته شده است. در دهات واروخ شهر اسفره در مجموع تعداد باغ‌ها بیش از 1000 هکتار را در بر گرفته خواجگیداران تنها در 5 سال اخیر در دوره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری برای سالهای 2016 2020 با استفاده از زمین‌های بیکار خوابیده و تل و تپه‌ها 76 هکتار باغ دانکدار و تخمدار زمانوی بنیاد نمودند. اطلاع داده شد که باغ اینتنسیوی در اساتید خواجگی‌های دهقانی دهات واروخ در زمینه دستگیری‌های دولتی و هوسمندی کشاورزان در سمت سردرآمد بودن این بخش خواجگیداری تشکیل گردیده در آینده مساحت این گونه باغ‌ها باز هم افزایش داده می شود. در دهات واروخ سال 2020 17.5 هکتار و سال 2021 21 هکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. در این دوره متناسباً 16.5 و 28 هکتار باغ کهنه برقرار گردیده است. باغداران دهات واروخ همساله در اساس مصلحت متخصصان با استفاده از امکانات و اقتدار موجوده تلاش بر آن میکنند که برابر به گردش درآوردن زمین‌های نو در راه رسیدن به هدف استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تأمین امنیت عضوقواری سهمگذار باشند.
سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با باغپروران تشبث خواجگیداران را در این سمت نمونه ارزیابی نموده، جهت باز هم بهره برداری نمودن از امتیازهای فراهم کرده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به آنها مصلحت‌های سودمند دادند. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی در شرایط کنونی برای تامین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی و از جهت اکولوژی تازه در سمت بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت نیز مساعدت جدی می‌کند. در جماعت دهاتی وارو تشکیل باغ‌های اینتنسیوی زیاد شده ایستاده است. من امسال ما باغ اینتنسیوی تشکیل کردیم. در اینجا 2 نوع سپاه شناخته شده است که برای تامین امنیت آذوقه‌واری روانه گردیده است. اهل زحمت واروخ برابر باغداری در کشت و پرورش زراعت گوناگون نیز تجربه غنی داشته، زمین‌های در اختیار داشته را پرثمر و مقصدناک استفاده می‌کنند. اطلاع داده شد که شماره عمومی خواجگی‌های انفرادی و عائلوی در این دهات شهر اصفهان به 2196 عدد می‌رسد و باغداران و کشاورزان همساله استحصال محصولات از جمله میوه‌های صادراتی را افزایش می‌دهند. باغداران دهات واروخ سال 2020 4400 تن میوه استحصال و پیشنهاد بازار استعمالی نمودند. سهامداران اساتید خواجگی‌های دهقانی دهات واروخ در اساس هدایت‌های همیشگی رهبر دولت در بین قطار نیال‌های باغ اینتنسیوی در اساس مصلحت متخصصان کشت کارتوشکای نوع سانتا و پیکاس را به راه ماندند. این اقدام با مقصد استفاده پرثمر زمین‌های کارم و تامین ساکنان مملکت با محصولات خودی در وضعیت کنونی جهان معاصر روی دست گرفته شده است. دهات واروخ دارای آب و اقلیم مساعد برای رشد ساحه کشاورزی بوده، اهل زحمت آن برای تامین امنیت آذوقه‌واری پیوسته تلاش می‌کنند. طور اطلاع داده شد سال گذشته خواجگیداران دهات در میدان 221.8 هکتار زمین کارتوشکا کشت نموده 5545 تن حاصل به دست آوردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همینجا از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی شهر اصفهان دیدن نمودند. در نمایش اهل زحمت شهر انواع گوناگون محصولات کشاورزی را که در زمینهای حاصلخیز در اختیار داشته کشت و پرورش میکنند معرفی کردند. کشاورزان شهر اصفهان دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان را در راه رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌واری ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم سرمشق کار قرار داده همساله فراوان در قنوات بازار استعمالی سهم شایسته می‌گذارند. کشاورزان شهر اصفهان همساله طبق دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی برای پرثمر استفاده بردن زمین‌های کارم اینتنسیوی از حساب ریشه‌کن و برقرار کنی باغ‌های کهنه به نقشه گرفته می شود و ادامه دارد. دهقانان جد و جهد دارند نقشه را اجرا نموده استحصال کارتوشکا را زیاد نموده برای زمینه گذاشتن به امنیت آذوقه‌واری مملکت حصه خود را گذارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همینجا از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی شهر اصفهان دیدن نمودند. در نمایش اهل زحمت شهر انواع گوناگون محصولات کشاورزی را که در زمینهای حاصلخیز در اختیار داشته کشت و پرورش میکنند معرفی کردند. کشاورزان شهر اصفهان دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان را در راه رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌واری ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم سرمشق کار قرار داده همساله در شهر اصفهان 13538 خواجگی دهقانی فعالیت داشته. کشاورزان همساله با استفاده تخمیه‌های سرحاصل زراعت حاصل فراوان به دست می‌آورند. در نمایش بهترین نوع‌های محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات، انواع گوناگون میوه در شکل تر و خشک، غله‌دانگی و لوبیایی به طور وسیع معرفی کرده شد. اثنای بازدید پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نمایش دسترنج مهنتکشان اصفهان اطلاع داده شد که سال 2020 خواجگیداران شهر در حجم بیش از 253 میلیون و 88 هزار تومان محصولات عمومی کشاورزی استحصال کردند که نسبت به سال 2019 11.2% زیاد می باشد. در نمایشگاه هنر زنان و کدبانوان شهر در سمت پختن انواع گوناگون محصولات نانی و طعام‌های ملی معرفی گردید. سال گذشته در همه شکل‌های خواجگیداری شهر اصفهان 11435 تن غله‌دانه، 27020 تن کارتوشکا،
45598 تن سبزوات، 24195 تن میوه استحصال کرده شده است. اسفره در استحصال زردآلو نه تنها در مقیاس مملکت بلکه منطقه شهرت زیاد داشته، باغداران همه ساله میدان این نوع میوه بالذات و صادراتی را بیشتر می نمایند و در این سمت به دستاوردهای زیاد نائل می گردند. میدان باغ‌ها در شهر اسفره 13300 گکتار را در بر میگیرد که 11000 گکتارش را زردآلو تشکیل میدهد. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از گوشه نمایش انواع گوناگون زردآلوی خشک باغپروران، تجربه خواجگیداران شهر اسفره را در سمت استحصال محصولات استعمالی و صادراتی نمونه ارزیابی نموده جهت باز هم استفاده از امکانات موجوده، راه اندازی اصولهای معاصر بندوبست آن و بالا بردن اقتدار صادراتی به مسئولان دستور و هدایت ها دادند. افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزوات و غله‌دانگی ها و میوه های از جهت اکولوژی تازه در شهر اسفره با تجربه زحمتکشان و احساس بلند مسئولیت شناسی آنها در سمت استفاده عاقلانه و پرثمر زمین مربوط بوده، خواجگیداران برای باز هم استفاده از امکانات و اقتدارهای موجوده با مقصد سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری که یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد، همه جانبه تلاش می ورزند. پیشوای رهنمایم مرحبا، خوش آمدید. هادی و مشکل کشایم مرحبا، خوش آمدید. پرچمی ملت پرافشان باد آخر تا ابد، بی‌نظیر و بی‌بهایم مرحبا، خوش آمدید. مبدأ پیروزی و فتح و ظفرهای وطن، سرخط صدق و وفایم مرحبا، خوش آمدید. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، نوروزتان مبارک. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر اسفره در دهات واروخ میدان پرچم دولتی تاجیکستان را مورد استفاده قرار داده. در آن این رمز معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در عرصه بین المللی را در وضعیت تنتنوی پرافشان نمودند.
майдони парчами давлатӣ дар деҳоти ворухи шаҳри Исфара дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шуда, дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид муҳайё карда шудааст. майдони парчами давлатӣ дар деҳоти ворух дар масоҳати 1200 метри мураббаъ бо ҷалби мутахассисони ватанӣ бо истифода аз масолиҳи сохтмонии аълосифат ва тарҳи муосир бунёд гардидааст. баландии пояи парчами давлатии Тоҷикистон дар деҳоти ворух дар маҷмӯъ бо таҳкурсиаш 50 метрро дар бар мегирад. матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. атрофи иншоот дар масоҳати 190 метри мураббаъ гулкорӣ ва сабзкорӣ карда шуда гулҳои рангоранги мавсимӣ ва ниёлҳои ороишӣ майдони парчами давлатии Тоҷикистонро зиннат мебахшанд. роҳравҳои майдони парчами давлатии Тоҷикистон дар масофаи зиёда аз 800 метри мураббаъ сафолакпош карда шуда, дар он 12 курсӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон гузошта шудааст. дар майдони парчами давлатӣ 2 фаввора низ бунёд гардидааст. бо мақсади таъмини рӯшноӣ дар ҳудуди майдони парчами давлатии Тоҷикистон 12 адад чароғак насб гардида шабонгоҳ ба зебоии мавзеъ зиннат мебахшанд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баланд бардоштани эҳсоси худшиносию худогоҳии миллӣ дар замири сокинони кишвар, махсусан ҷавонону наврасон, дар марказ ва деҳоти як қатор шаҳр ноҳияҳои мамлакат парчами давлатии Тоҷикистон парафшон карда шудааст. майдони парчами давлатӣ дар деҳоти ворухи шаҳри Исфара барои баргузории чорабиниҳои гуногуни ватандӯстона бо ҷалби ҷавонону наврасон хеле мувофиқ мебошад. ما جوانان دوران صاحب استقلالیت شکرانه اعضا میکنیم که تحت سروری عاقل خردمندمان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در چنین کشوری آباد و رو به انکشاف در زیر آسمان صاف و بی‌غبار در فضای صلح و همبستگی زندگی میکنیم. امروزها در دهه ما محض با هدایت‌های خوب پیشوای محترم ملت کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. بنیاد نمودن میدان پرچم، قصر فرهنگ، مرکز خدمترسانی نوروز، میدانچه‌های ورزشی و غیره ها دلیل گفته‌های بلند. ما جوانان از این سیاسی پیشگرفته پیشوای ملت صدقاً شکرگزار بوده جواباً به این غمخوارها وعده می‌دهیم که با دانش اعلی و رفتار نمونه‌ای معرفی‌گر کشورمان در عرصه بین‌المللی خواهیم بود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم دولتی تاجیکستان در دهات وارخ شهر اسفره و پرافشان گردیدن این رمز معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در عرصه بین المللی را در دایره آمادگی‌ها به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان مخصوصا جوانان و نورسان تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت معنیداد نموده جهت استفاده پرثمر از امکانات فراهم گردیده به مسئولان دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. 9 اپریل از ای به ما بخشیده اقبالی هنر شکر استقلال و عزمی پیشوا تا ثریا قیمتی مالی هنر با دعای پیشوای معتبر فخر دارد مردمی صاحب هنر. خوش آمدید پیشوای معظم ملت، نوروزتان مبارک. 9 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات وارخ شهر اسفره همچنین مرکز خدمترسانی نوروز را مورد استفاده قرار دادند. مرکز خدمترسانی نوروز از تهخانه و 2 آشیانه عبارت بوده در دایره دستگیری‌های همیشگی سرور دولت محترم امامعلی رحمان در ارتباط به بخش خصوصی از جانب صاحبکار وطنی ضیاءالدین ذاکرов ساخته شده است. انشاءات مذکور در مساحت بیش از 360 متر مربع قامت افراخته است. بنیاد مرکز معاصر خدمترسانی در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی گردیده دارای کارگاه‌های قنادی و دوزندگی و مغازه فروش محصولات نیاز اول میباشد. در مغازه فروش مرکز خدمترسانی اساساً استحصالات کارخانه‌های صنعتی شهر اسفره که در اساس طلبات بین المللی با صفت بلند استحصال می‌گردند پیشنهاد ساکنان و مهمانان کرده می‌شوند. انشاءات در اساس طلبات موجوده با طرح معاصر ساخته شده برای ساکنان این گوشه دوردست مملکت
خدمت می‌رساند. همچون صاحبکار منتداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با ما صاحبکاران شرایط خوب کاری فراهم آوردند می‌رسانم. با نظر داشت آنکه امسال 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود، من همچون یک صاحبکار تصمیم گرفتم که برای تجلیل جشن بزرگ ملی مرکز خدمترسانی نوروز را ساخته به استفاده دهم. با اشتراک پیشوای معظم ملت افتتاح یافتن مرکز خدمترسانی باعث خرسندی خرد و بزرگ ساکنان دهه وارخ می باشد. در مرکز خدمترسانی 30 نفر زنان و دختران خانشین با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین کرده شدند. در کارگاه قنادی بینای خوشطرح و زمانوی 8 نفر جوان دختر دهات وارخ که قبلا خانشین بودند در شرایط بهتر به کار جلب گردیدند. در کارگاه شیرینی های گوناگون از جمله تارت، کلچقن و دیگر نمود محصولات در اساس طلبات موجوده با رعایت معیارهای پزندگی و کدبانوگی با صفت بلند آماده کرده می شود. کارگاه استحصالی با مقصد صاحب کسب نمودن زنان و دختران خانشین با شغل تامین نمودن آنها و بدین وسیله بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی دهات دوردست مملکت تأسیس داده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جوان دختران صحبت صمیمی انجام داده اوید به تدبیر اندیشی های همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت صاحب کسب و صاحب هنر نمودن زنان و بانوان منطقه های دوردست کشور یادآور شدند. اطلاع داده شد که آینده در کارگاه کورس‌های آموزشی نیز راه اندازی می‌گردد. کارگاه نوی دوزندگی در دهات وارخ شهر اسفره با دستگاه‌های معاصر دوزندگی تأمین می‌باشد. کارگاه که با هدف بلند برداشتن مقام زن در جامعه، فرا گرفتن دختران و بانوان خانه‌نشین دهات با شغل دائمی تشکیل گردیده است، در آن 20 نفر با کار دائمی تأمین شدند. در کارگاه دوزندگی سر و لباس مکتبی، لباس‌های ملی زنانه و دیگر اشیاء ضروری روزگار آماده کرده می‌شود. در دهه وارخ با اشتراک پیشوای ملت مرکز خدمترسانی نوروز افتتاح گردید که در آن 30 نفر به جای کار دائمی تامین گردیدند. سیخ دوزندگی که 20 نفر زنان و دختران خانشین را فرا میگیرد برای دوختن لباسهای زنانه، گلدوزی، یرمدوزی، جهازها برای نوخانه‌داران از جمله کرپه و کرپچه، بالشت‌ها، رویپوش بسترها و غیره مشغول می باشند. نقشه داریم در آینده طالب علمان دهات وارخ را با لباسهای دختی خودمان تامین نماییم. اینچنین زنان و دختران خانشین را به کار جلب کرده سطح زندگی آنها را بلند برداریم. تأسیس و به فعالیت پرداختن چنین کارگاه‌های دوزندگی در سالهای استقلال دولتی در دهات دوردست مملکت برابر مساعدت به صاحب کسب و صاحب هنر نمودن زنان و بانوان برای قانع نمودن طلبات اهالی مملکت با استحصالات خود زمینه فراهم آورده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی از گوشه نمایش لباس‌های استحصالی کارگاه دوزندگی مرکز خدمترسانی معاصر به اقدام صاحبکار وطنی بهای بلند داده جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر هنر و لباس ملی و جلب زنان و دختران به هنر و کسب آموزی به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. مینتداری خودم و تمام زنهای خانشین را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسانیم. در دهات مذکور برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی بنیاد تعمیر و نوسازی 48 انشاءات در ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته شده است که الکی 45 تای آن با تأسیس جایهای نو کاری برای ساکنان مورد بهره برداری قرار گرفته است. دهات وارخ در سالهای استقلالیت دولتی در دایره وسط تدبیرهای آبادانی و سازندگی با پشتیبانی همه‌جانبه از سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی آباد و زیبا گردیده است و صفت زندگی ساکنانش به مراتب بهتر گردیده است. 9 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر اسفره در دهات وارخ بینای قصر فرهنگ را پس از تجدید